امروز بسیاری از جوانها وقتی به الله تعالی وعده میدهی که پروردگارا دیگر به همین گناه کبیره دست نمیزنم، با عهد و پیمانی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و آن صدقی که در دل داشتند و صدقاً به نزد رسول الله آمدند، الله تعالی عمرو ابن الجموح رضی الله عنه را با آن نیتی که داشتند رساند. انس ابن مالک رضی الله عنه خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند که اما که من انس ابن نضر رضی الله عنه در جنگ بدر اشتراک کردن نتوانستم، زیرا که جنگ بدر از اول معلوم نبود که جنگ می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها با بعضی صحابه ها همون قافله کاروانی که معاویه ابن ابی سفیان کاروان تجارت بود پیش راه همانها را گرفته آن مال و اموالی که مسلمان ها در مکه ترک کرده گذاشته بودند و مشرکان از آنها گرفته بودند همان را برای گرفتن برآمده بودند، اما الله تعالی آن را به اولین جنگ بین اهل حق و اهل باطل، اولین نبرد بین مسلمان ها و مشرکین قرار داد و انس ابن نضر رضی الله عنه خیلی پشیمان شدند و گفتند یا رسول الله، از اولین جنگی که بین مسلمان ها و مشرکین بود حاضر شدن نتوانستم، اگر الله تعالی مرا باز به نبرد دیگر ضد مشرکان زنده بماناند الله تعالی را انشاءالله عملم را و آن چیزی که میکنم انشاءالله نشان خواهم داد. و انس ابن نضر رضی الله عنه در این وعده ای که با الله تعالی بسته بودند و این وعده ای که به الله دادند و به رسول الله دادند صادق بودند و صادق بودن انس ابن نضر از آن معلوم می شود که وقتی بعد از جنگ بدر جنگ احد می شود و تمام صحابگان همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم می برآیند و بسیار جنگ وزنین می شود که نهایت مسلمان ها با اجرا نکردن فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک خطاگی آنها شکست می خورند و انس ابن نضر می برآیند در آنجا و با آن عهد و پیمانی که به الله تعالی داده بودند با آن وفا میکنند. معاذ ابن جبل میگویند که انس را دیدم که در روز احد برآمد و گفت یا الله انی اعتذر مما صنع هؤلاء اعتذر الیک، پروردگارا عذر میخواهم از آنچه که آنها کردند، یعنی آن مسلمان هایی که تقریبا 70 نفر بودند و در بالای کوه بودند و پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را گفتند شما هرگز نفرایید، اما آنها فرمان برداری نکردند و در نهایت فرآمدند گفتند یا الله من معذرت میخواهم از نام آنها به سوی تو و انی ابرأ الیک مما صنع هؤلاء، و یا الله من از آن چیزی که مشرکان کرده ایستادند ضد رسول الله و ضد مسلمان ها جنگیده ایستادند از آن بیزاری میجویم. و گفتند انی اجد ریح الجنة ها هنا، گفتند ای معاذ بوی جنت را شنیده ایستادم، بوی جنت به مشام من رسیده ایستاده است در نزدیکی احد، در نزدیکی احد. سپس وقتی جنگ احد به آخر رسید صحابه ها آن شهیدایی که در جنگ احد شهید داده بودند آنها را جستجو کردند، انس ابن نضر را پیدا نکردند. سپس خواهرش او را از انگشتانش شناخت. ببینید میگویند که 80 و چند ضربه خورده بود که رویهایش با خونالود با ضربه شمشیر و با ضربه نیزه تمام جسدش را پنهان کرده بود و یگان صحابه او را شناخته نتونستند مگر خواهرش او را از انگشتانش شناخت و گفت این برادر من انس ابن نضر رضی الله عنه، الله تعالی راضی باشد و الله تعالی آن فداکاری که آنها کردند و آن وفاداری که در عهد و پیمانشان با الله کرده بودند الله تعالی ما را همچنین نصیب گرداند. و انس رضی الله عنه جیانشان میگویند که سپس آیت الله تعالی در سوره احزاب که نازل شده بود
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. این آیت کریمه نازل شد که الله در آن میفرماید از میان مؤمنان مردان هستند، بله مرد تنها با نام نه، مرد با عمل، مردانی هستند که به عهد و پیمان خود با الله تعالی، آن عهد و پیمانی که با الله بسته بودند به آن صادق ایستادند، به آن وفا کردند. فمنهم من قضى نحبه، از جمله آنها نفرانی بودند که شهید گشتند، مثل که انس ابن نضر رضی الله عنه. و منهم من ینتظر، و از جمله آنها نفرهایی هست که تا حال شهادت را منتظر هست. و ما بدلوا تبدیلا، هرگز تبدیل و تغییر ندادند، به عهد و پیمانشان وعده خلافی نکردند، صادق باقی ماندند. الله تعالی ما و شما را نیز همچنین آن عهد و پیمانهایی که میدهیم صادق بودند و به آن وفا کردند، الله تعالی ما و شما را موفق گرداند. زیرا امروز اکثریت مسلمان ها با زبان مسلمان هستند، با زبان همیشه از جمله بنده را الله تعالی صادق، حقیقی، واقعا صادق بگرداند، با زبان امروز وعده میکنند، با زبان دعوای اسلام میکنیم، اما وفا کردن و صادق بودن در همون دعواهایی که امروز میکنیم مثل آن صحابه ها گرداند الله تعالی. امروز متاسفانه حالت مسلمان ها و حالت اهل اسلام چنین است. و مثل انس ابن نضر ما مثال های خیلی زیاد داریم در صحابه ها رضی الله عنهم اجمعین. عمرو ابن الجموح رضی الله عنه در جنگ بدر میگویند و میگویند یا رسول الله 4 فرزند داشتند، 4 پسر داشتند. گفتند یا رسول الله. عمرو ابن الجموح پایهاشون میلنگید و پسراشون به نزدشان آمدند گفتند ای پدر جان، ببینید ما 4 نفر به جای شما به جهاد رفته ایستاده ایم و شما البته صاحب عذر هستید، الله تعالی شما را میبخشد. 4 پسران خود را به جهاد روان کرده ایستاده و به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند، اشک ها از چشمانشان جاری میشد. گفتند یا رسول الله، فرزندانم مرا از راه شما منع کرده ایستاده‌اند و انی ارید ان اطأ الجنة بعرجتی هذه. فرزندانم مرا از جنت باز داشته ایستاده‌اند و من میخواهم با همین پایهای لنگم جنت را زیر کردن میخواهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم تبسم کردند گفتند ای عمرو، اگر تو شهید شوی الله تعالی تو را به جنت داخل میکند و با پایهای صحت جنت را انشاءالله زیر میکنی. با پایهای صحت تو به جنت راه میگردی، قدمهای تو صحت میشود، پایهای تو صحت میشود. واقعا با عهد و پیمانی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و آن صدق که در دل داشتند و صدقاً به نزد رسول الله آمدند، الله تعالی عمرو ابن الجموح رضی الله عنه را با آن نیتی که داشتند رساند. عمرو ابن الجموح رضی الله عنه به شهادت رسیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم عمرو ابن الجموح را دیدند و گفتند این عمرو را گیرید، زیرا اینکه او با برادرش عمرو ابن الحرام در راه الله دوستی میکردند و هر دوی آنها رو در یک قبر بگذاره. هر دوی آنها در این دنیا برادر بودند به خاطر الله و روز قیامت هر دوی آنها در جنت هستند و برادر هستند. این شهادت را ببینید، شهادت رسول الله صلی الله علیه و سلم و همین نتیجه چی است؟ نتیجه صدق و صادق بودن در راه الله و با آن عهد و پیمانی که در راه الله داده بودند با آن وفا میکردند. همچنین اگر ما مثال انس ابن نضر را ببینیم، انس از جنگ بدر محروم شدند و شاید امروز بسیاری از ما و شما یک فرصت بزرگی را از دست داده باشیم. بعضی نفرها به یک گناه دست میزنند یا از یک عبادت بزرگ محروم میشود و باقی مانده عمرش را با ناامیدی میگذراند و هر فرصتی که هر لحظه ما و شما که فرصت است، هر فرصتی که الله تعالی برای ما و شما دوباره میدهد از آن ناامید میشود. اما صحابه ها چنین نبودند
وقتی یک فرصت بزرگ را از دست میدادند، البته جنگ بدر خیلی فرصت بزرگ بود، زیرا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آنهایی که همون 313 یا 314 نفری که در جنگ بدر اشتراک کرده بودند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الله تعالی گناهان گذشته و گناهانی که میکنند یا خطاهایی که گذشته و خطاهایی که آینده میکنند الله تعالی بخشیده است. ولعل الله اطلع علی قلوب اهل بدر فغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم و ما تأخر. الله تعالی از قلب اهل بدر آگاه شده است و الله تعالی هر آن عملی که در گذشته کردند و در آینده میکنند الله تعالی همه اش را بخشیده است. این بشارت بزرگ را ببینید. تمام اهل بدر را پیامبر صلی الله علیه و سلم به جنت بشارت داده بودند. بنابراین انس ابن نضر خیلی پشیمان شده بودند، اما از رحمت الله تعالی و آن فرصت هایی که الله تعالی میدهد از آن ناامید نشدند و به الله تعالی وعده دادند. امروز بسیاری از جوان ها وقتی به الله تعالی وعده میدهی که پروردگارا دیگر به همین گناهی کبیره دست نمیزنم، پروردگارا این مال حرامی که من خوردم دیگر آن را نمیخورم، پروردگارا این کار من خطا است و این کار من گناه است، این قماری که من میکردم این حرام است، پروردگارا وعده میدهم که من دیگر به آن دست نمیزنم. این وعده است، باید ما با وعده که به الله تعالی میدهیم به آن وفا کنیم. بعضی نفرها میگویند که در حالت خیلی وزنی وقتی الله تعالی بالایشان یک مصیبتی بزرگ میبیاره میگویند که پروردگارا اگر تو مرا از همین مصیبت براری، پروردگارا اگر تو مرا از همین قرض نجات دهی، من در راه خودت استوار میستم، من در راه خودت فلان کارها را میکنم، یا نظر میکنم که پروردگارا در راه خودت من گوسفند میکشم، در راه خودت من گاو میکشم، یا خیرات میکنم، در راه خودت من فلان کارها را میکنم. و آن وعده هایی که میدهیم با آن باید چیکار کنیم؟ وفادار بایستیم و آن را عملا اجرا کنیم و هرگز وعده خلافی نکنیم. و همچنین چنانه که گفتیم گناه هایی که انسان پنهانه میکند و وقتی پشیمان میشود به الله تعالی میگوید که پروردگارا در جوانی من گناه کردم، پروردگارا آن لغزشی که پایهای من میلغزید پروردگارا امروز فرصت است. الله تعالی وقتی یک روزی نو، یک فرصتی نو میدهد ناامید نشیم از رحمت الله تعالی و بگویم پروردگارا مثل انس ابن نضر رضی الله عنه که گفتند پروردگار اگر برای من فرصت دیگری دهد انشاءالله چیکار کردنم را خواهد دید. بگویم که پروردگارا فرصت نو برایم عطا نمودی و انشاءالله در راه خودت، در دین خودت و آن وعده‌ای که میدهم در آن صادق میایستم و با عهد و پیمانم وفادار میایستم. الله تعالی ما و شما را در راه خودش، در دین خودش صادق بگرداند و پایدار بگرداند و الله تعالی آن عهد و پیمان هایی که دادیم با آن وفادار بودن موفق بگرداند تا نوار آینده. الله تعالی نگهبانتان باشد.